امروز میخوایم 10 تا از غول پیکرترین موجودات کره زمین را براتون بگوییم. بدون هیچ حرف دیگه ای بریم سراغشون. اولیش شترمرغ. شترمرغ بزرگترین پرنده است که در حال زیست کردن در این دنیاست که دارای قدی معادل 2.7 متر و وزن معادل 156 کیلوگرم برای یه پرنده خیلیه. آنها فاقد دندان هستند و همچنین دارای بزرگترین چشمان در بین سایر پرندگان هستند و حتی مغزشون هم نسبت به دیگر پرندگان بزرگتره. میشه گفت که باهوشترم هستن. دومین حیوان کروکودیل آب شور. بزرگترین خزنده دنیا این نوع کروکودیل است که به طور میانگین به طول 57 متر هستند و میتواند به 6.3 متر هم برسد. وزنی معادل 453 کیلوگرم دارند. این نوع خزندگان به طور گسترده‌ای در آبهای شور توزیع شدند، به طوری که در بخش‌هایی از هند و آسیا و استرالیا زندگی می‌کنند. هر حیوانی که بتوانند وارد دندان‌هایشان کنند، اصطلاح دیگه داخل دهنشون جا بشه، تغذیه می‌کنند و حتی کوسه‌ها را نیز اینها شکار می‌کنند. عجب پدرسوخته‌هایی هستند. سومین حیوان کوسه نهنگ. در زیر دریا بزرگترین ماهی که زندگی می کند همین جاندار است که طولی معادل 13 متر و وزنی معادل 22 تن دارد. با وجود قد و هیکلی که دارد، ولی بچه سوسوله، بیشتر از پلانکتون ها تغذیه می کند و در دریاهای گرمسیر سر تا سر دنیا یافت می شوند و متاسفانه مورد مناسبی برای شکارچی ها هستند. چهارمین حیوان خرس قهوه‌ای. جایگاه بزرگترین گوشخوار زمین متعلق به خرس قهوه‌ای و خرس‌های قطبی هستند. وزنی معادل 1 تن، حدود 907 کیلوگرم و قدی معادل 3 متر وقتی که روی پاهایشان ایستاده‌اند. شما می توانید در جنگل‌ها و کوه‌های آمریکای شمالی غذای این جانور بشید. پنجمین حیوان کسی نیست جز زرافه. زرافه که خیلیتون این جاندار رو به عنوان یکی از قد بلندترین جانوران میشناسید، قدی به طول 58 متر که البته قد بلندترین جانور هم محسوب می شود. حق داشتین که اینو دراز ببینید که فقط گردن این جانوران 1.8 متر است. محل زندگی آنها در علفزارهای آفریقای شرقی است. آنها از برگ‌هایی که در ارتفاع درختان قد بلند هستند تغذیه می‌کنند و طول بارداری آنها 15 ماه است که قد فرزندان زرافه‌ها به طول 2 متر است. ششمین حیوان چیزی نیست جز فیل. بزرگترین حیوان روی زمین، وزنش میتواند چیزی حدود 6350 کیلوگرم یا حدود 7 تن باشد. با رشد طولی ویژه‌ای به طول 10.6 متر به 2 گروه فیل‌های جنگلی و فیل‌های ساوانا تقسیم بندی میشوند که متاسفانه اینا هم نیز در معرض انقراض هستند. و اما هفتمین حیوان، سرپاور عظیم یا سرپاور عظیم. اندازه این ماهی با توجه به پست‌های وایرال شده ای که در اینترنت قرار دارد متفاوت است. برخی منابع میگویند تا 18 متر رشد می‌کند و برخی دیگر میگویند تا 27 متر. با این حال بزرگترین ماهی مرکب ثبت شده 14 متر است. همچنین سرپاور بزرگترین چشم‌ها را در بین حیوانات دارد که حدود 25 سانتی متر است.
هشتمین حیوان خرس قطبی. همانطور که میدانید دارای خز سفید است که نوعی هموستازی یعنی خود را وفق دادن با محیط. یعنی این آقا با وجود خز سفید میتونه استتار کنه که هم شکار بکنه هم از دید شکارچیان مخفی بمونه. شکارچیان بدبختن که خود ما آدماییم. محل زندگیشون در آلاسکا، روس و قسمت‌های سرد و یخبندان دنیاست. وزنی در بازه 410 کیلوگرم تا 730 کیلوگرم دارند. البته خرس‌های قطبی بالغ وزنی معادل 600 کیلوگرم دارند و قدی بین بازه 2.4 متر تا 3 متر دارند. شکارچیان قدرتمندی هستند که عمدتاً غذای خود را از فوک‌ها تهیه می‌کنند. نهمین حیوان اسب آبی. اسب‌های آبی عمدتاً در جنوب صحراهای آفریقا یافت می‌شوند و در دریاچه‌ها و باتلاق‌ها زندگی می‌کنند. وزنی معادل 1360 کیلوگرم تا 1814 دارند و قد حدود 1.5 تا 1.8 متر نیز دارند. این جانداران گیاهخوار هستند و عمدتاً از گیاهان آبی و علف‌ها تغذیه می‌کنند. البته اسب‌های آبی گاهی تا 4 متر هم می‌توانند رشد کنند. دهمین و آخرین حیوان، وال آبی. در سرتاسر اقیانوس‌های عمیق دنیا زیست می‌کنند. البته بیشتر در آب‌های سردتر قطب شمال و قطب جنوب را ترجیح می‌دهند. نهنگ‌های آبی علیرغم اندازه عظیمشان معمولاً از حیوانات ریزه مثل میگو مانند کریل تغذیه می‌کنند. به طور متوسط 30 متر هستند و والهای آبی و دارای 200 تن وزن دارند و می‌توانند تا 600 متر یا حتی بیشتر در عمق دریا شنا بکنند. این بود از حکایت‌های حیوانات غول‌پیکر در کره زمین. حالا در سیاره‌های دیگر بمانید. اگر به این موضوع علاقه دارید میتونید سابسکرایب